مسابقه جدید حسین بخش سفری در مقابل حریف آمریکایی. حسین بخش سفری بعد از 2 شکست پی در پی که توسط ناکوت تمام شد، دوباره قوی‌تر برگشته به قفس مبارزه. سلام و درود دوستان عزیز، خوش آمد یک ویدیو جدید از کانال افغان UFC. من نادر محمدی هستم، در خدمت شما دوستان قرار دارم. حسین بخش سفری بعد از 2 شکست پی در پی که توسط ناکوت تمام شد، این بار قوی‌تر با تمرینای سخت دوباره برگشته که این مسابقه را جبران کنه با حریفی از آمریکا به نام میسم هارسهالون که فایتر با تجربه ای است. حسین بخش سفری این بار خیلی کوشش و تمرینات خیلی بیشتری داشته، بسیار یک بدن آماده داره. انشالله که بتواند این مسابقه خود را پیروز شود. با امید پیروزی حسین بخش سفری. شروع مسابقه حسین بخش سفری به وقت آمریکا ساعت 8 شب، به وقت لندن ساعت 1 شب، به وقت اروپا ساعت 2 شب، به وقت ترکیه ساعت 4 صبح، به وقت ایران ساعت 5 صبح و به وقت افغانستان ساعت 6 صبح. این مسابقه را از کجا شما بیننده هستید؟ به امید پیروزی حسین بخش سفری. از دعای نیکتان فراموش نکنید. این فایتر پرقدرت و با تجربه افغانستان انشالله که بتواند این بار یک دستاورد خوب به کشورمون کسب کند. اگر میخواهید مسابقه کامل حسین بخش سفری را تماشا کنید، به کانال تلگرام و کانال یوتیوب ما بپیوندید. ممنون از حمایت شما. حسین بخش سفری بسیار یک بدن فوق‌العاده و عالی دارد. این بار خیلی تمرین کرده، سخت تلاش کرده. انشالله که موفق و پیروز باشد، افغانستان را سربلند کند. ممنون میشم کانال ما را حمایت کنید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.